این فیلم که میخوام امروز براتون تعریف کنم فیلم معروف ایکس من هستش. توی ادامه ویدیو اسپویلر وجود داره، پس اگه که فیلم رو ندیدین حتما این ویدیو رو رد کنید. توی سال 1944 لهستان توسط نازی‌ها تصرف شده. نازی‌ها یک کمپ زدن که توش زندانی‌ها رو نگهداری میکنن. وقتی که نازی‌ها دارن اریک جوان رو وارد کمپ میکنن، اون رو از پدر و مادرش جدا میکنن. خیلی دست و پا میزنه تا به پدر و مادرش برسه. و چون که توی فشار هستش باعث میشه که چند تا از قطعات فلزی به سمتش خم بشن. اریک قدرت کنترل فلزات رو داره و این قدرتی هستش که باهاش به دنیا اومده. چون اریک انسان جهش یافته است. نگهبانا که میبینن این خیلی مقاومت میکنه، باید چیزی میزنن تو سرش و بیهوشش میکنن. چندین سال بعد سناتور رابرت کلی از جهش یافته‌ها میخواد که اونا باید اسم خودشون رو ثبت کنن و قدرت خودشون رو آشکار کنن. اریک الان اسم خودش رو گذاشته مگنیتو و یا همون آهنربا به همراه همکارش دکتر چارلز خاویر که قدرت تلپاتی داره در حال گفتگو هستن. پروفسور خاویر نگران این موضوع هستش که اریک در جواب اینکه باید اونا ثبت نام کنن چه جوری رفتار نشون میده. توی میسیسیپی دختر 17 ساله‌ای به اسم ماری وقتی که داشته دوست پسرش رو میبوسیده به صورت اتفاقی باعث میشه که اون به کما بره. چون که اون این قدرت رو داره که قدرت دیگران و انرژی زندگی اونها رو از بدنشون بیرون بکشه. سر همین اون از خونه فرار میکنه و اسم سرکش و یا روگ رو برای خودش انتخاب میکنه. اون توی آلبرتای کانادا با لوگان آشنا میشه. لوگان هم یه جهش یافته هستش به نام وولورین یا گرگینه. لوگان قدرت شفا یافتن خیلی سریع رو داره و از داخل دستاش میله‌های فلزی شبیه به پنجه گرگ در میاد. توی راه که با هم دیگه همراه هستن، یکی از آدمای مگنیتو بهشون حمله میکنه. ولی 2 نفر از دانشجوهای پروفسور خاویر بهشون کمک میکنن تا اونها رو نجات بدن. یکی از اونها اسم مستعارش سایکلوپ و یا تکچشم هستش و دیگری هم اسمش استورم به معنی طوفان. اون 2 نفر رو میبرن به دانشگاهی که برای افراد جهش یافته هستش به مدیریت خاویر توی نیویورک. خاویر به وولورین میگه که به نظر میاد مگنیتو به دنبال تو هستش. بهتره که تو همینجا بمونی تا دانشجوهای من بفهمن که دقیقاً علتش چی هستش. روگ شروع میکنه به درس خوندن توی مدرسه. بعد از اون میبینیم که 2 نفر از آدمای مگنیتو به اسمهای تود و میستیک سناتور کلی رو میدزدن و میبرنش توی جزیره ناشناس. تود قدرت دراز کردن زبونش رو داره و میستیک میتونه خودش رو شبیه به آدمای دیگه کنه. مگنیتو از سناتور کلی مثل یه موش آزمایشگاهی استفاده میکنه تا ببینه که ماشین جدیدی که ساخته عمل میکنه یا نه. این ماشین میتونه که انسانهای عادی رو هم تبدیل به جهش یافته‌ها کنه. مگنیتو برای اینکه بخواد از این ماشین استفاده کنه باید از قدرت خودش استفاده کنه. سناتور کلی قدرت جدیدی به دست میاره که با کمک این قدرتش موفق میشه تا از قفس خودش فرار کنه. یه شبی روگ میره به ملاقات وولورین و وولورین در حال دیدن کابوس هستش که وقتی که از خواب میپره اتفاقی پنجه‌هاشو فرو میکنه توی شکم روگ که بیدی نیست که به این بادا بلرزه، قدرت شفا یافتن سریع وولورین رو جذب میکنه و خودش رو درمان میکنه. بعد از اون میستیک خودش رو شبیه به عشق روگ میکنه و میره به روگ میگه که پروفسور خاویر خیلی از دستت عصبانی شده و بهتره که تو از اینجا فرار کنی. وقتی که میبینن که روگ نیستش، پروفسور خاویر با قدرت تلپاتی خودش و به کمک این ماشین به اسم سریبرو میتونه که جاش رو مشخص کنه. برای همین پروفسور خاویر ایکس من رو میفرسته به دنبال روگ تا بتونن اون رو برگردونن. ایکس من یا مردان ایکس اسم تیم پروفسور خاویر هستش. توی همین زماناست که میستیک وارد سریبرو میشه و ماشین پروفسور خاویر رو خراب میکنه. وولورین موفق میشه که روگ رو توی قطار پیدا کنه و متقاعدش کنه که برگرده. قبل از اینکه اونا بتونن اونجا رو ترک کنن، مگنیتو سر میرسه و وولورین رو شکست میده و روگ رو میگیره که مشخص میشه که در اصل مگنیتو به دنبال روگ بوده و نه وولورین. پروفسور خاویر با کنترل کردن یکی از افراد مگنیتو سعی میکنه که خاویر رو مجبور کنه که بذاره که روگ بره. ولی مگنیتو تهدید میکنه که من تمام پلیسایی که اینجا اومدن رو میکشم، که این پروفسور خاویر رو مجبور میکنه تا بذاره مگنیتو به همراه افرادش از اونجا برن. سناتور کلی که از پیش مگنیتو فرار کرده و موفق میشه که خودش رو برسونه پیش پروفسور خاویر و خاویر با خوندن ذهنش متوجه نقشه مگنیتو میشه. اون میفهمه که اون ماشین که مگنیتو ازش استفاده کرده تا باعث جهش یافتن سناتور بشه تقریبا باعث کشته شدن مگنیتو شده و برای همین مگنیتو قصد داره که قدرت خودش رو به روگ منتقل کنه تا به جای اینکه خودش بمیره این دختره بمیره به جاش. بعد از اون بدن سناتور کلی که نمیتونه از پس این جهش ژنتیکی بر بیاد از بین میره و اون تبدیل به یه جور مایع میشه. خاویر سعی میکنه تا با کمک ماشینش سریبرو محل روگ رو پیدا کنه، اما از اونجایی که میستیک خرابش کرده بود باعث میشه که پروفسور خاویر به کما بره. یکی از افراد دیگه پروفسور خاویر که قدرت مشابه به پروفسور رو داره اون ماشین رو درست میکنه و ازش استفاده میکنه. اون میفهمه که نقشه مگنیتو اینه تا از اون ماشین استفاده کنه تا تمام رهبرهای جهان رو تبدیل به جهش یافته‌ها کنه.
ایکس من میرن به اون جزیره‌ای که قرار رهبرهای جهان جمع بشن و با دشمنهای خودشون از تیم مگنیتو مواجه میشن و باهاشون مبارزه میکنن. مگنیتو قدرتش رو به روگ منتقل میکنه و اون ماشین رو روشن میکنه. توی همون لحظه وولورین سر میرسه و شروع میکنه به مبارزه با مگنیتو و از اون طرف سایکلوپ با قدرت چشمش مگنیتو رو شکست میده و وولورین ماشین رو از بین میبره. اون قدرتش رو به روگ منتقل میکنه تا اون بتونه خودش رو شفا ببخشه، ولی خودش از هوش میره. بعد از اینکه چند وقت میگذره پروفسور خاویر و وولورین به هوش میان. ایکس من متوجه میشن که میستیک از اون جزیره فرار کرده و الان خودش رو شبیه به سناتور کری کرده و نقش سناتور کری رو بازی میکنه. پروفسور خاویر به ملاقات مگنیتو میره. به مگنیتو بهش میگه که من به زودی برمیگردم و مبارزمو ادامه میدم. خب بچه‌ها چه رتبه به این فیلم میدین؟ حتما تو قسمت کامنت ها رتبه‌ای که به این فیلم میدین رو برام قرار بدین. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و حتما سابسکرایب کنید که هر شب ویدیوهای خیلی توپ دارم از این شکل. اگه دوست دارید میتونید من تو اینستاگرام و تلگرامم که لینکش پایین همین ویدیو هست دنبال کنید. خیلی دوستتون دارم و تا ویدیو بعدی خداحافظتون باشه.